سلام. امروز تصمیم گرفتم که در مورد صبر کردن توی زندگی صحبت کنم. به خاطر اینکه من راستش رو بخواین مستند ترانه علی دوستی رو که این روزا خیلی وایرال شده و هممونم فکر میکنم دیدیم تماشا کردم و خب خیلی تحت تاثیرش قرار گرفتم. فکر میکنم هممون تحت تاثیرش قرار گرفتیم و داشتم به صبر این زن فکر میکردم، به اینکه چقدر صبر داشت، چقدر صبر کرد که الان تو این نقطه، تو این وضعیت بیاد و شجاعانه ایستگان و در مورد همه چیز توضیح بده و این منو به فکر فرو برد در مورد خودم. اگه راستش بخوام باهاتون صادق باشم، چون منم یکی هم مثل شما خیلی اوقات احساس میکنم که صبر کردن برای یه کاری هیچ فایده ای نداره. یعنی که من این صبر میکنم با امید این که همه چی بهتر شه، موقعیت‌های بهتر اتفاق بیفته. و گاهی اوقات هم حس میکنم که این صبر کردن یه جور ضعف برای من. ولی باز با این حال برای اون چیزی که تو ذهنمه، برای هدفی که توی زندگیمه، برای اون امیدی که ته زندگی فکر میکنم حداقل الان همه جوانای ایرانی مونده، داریم صبر میکنیم برای یه زندگی بهتر، یه موقعیت بهتر. و خب منم از این مستثنا نیستم. ولی میخوام اینو بهتون بگم که صبر کردن همیشه هم بد نیست. بگم که صبر کردن هم میتونه خوب باشه، هم میتونه بد باشه. گاهی اوقات ممکنه به اون چیزی که میخوایم در سر اون صبری که کردیم نرسیم، ولی خب خیلی تجربه ها ازش به دست بیاریم. حداقل من که الان این حسو دارم، گاهی اوقات وقتی برای یه چیزی صبر میکنم و بهش نمیرسم، برای مدت ها ناراحتی میکنم یا به اصطلاحش اون حالت سوگم رو میگذرونم، ولی بعدش که بعد چند سال شاید یا چند ماه که بهش فکر میکنم، میبینم که چه چیزی اون صبر کردن برای من داشت، چه چیزی به هم اضافه کرد. اصلا گاهی اوقات اصلا متوجه میشم که من رو اون مسیر صبر کردن یه سری تجربیاتی به دست آوردم که الان دارم یه جای دیگه استفادهش میکنم و این یکم واسم چالش برانگیزه. این نظر من بود در مورد اینکه چجوری توی زندگیم صبر میکنم، مثلا صبر کردن توی زندگی من چه تاثیراتی داره یا نداره. همین دیگه. من تاکیم اینجام که با هم دیگه در مورد ساده ترین چیزا صحبت کنیم. اگه نظری، ایده‌ای دارین برام توی کامنت ها بنویسین. فعلا